یه روز صبح بیدار میشی. همه چیز سر جاش نیست. نه صدای بوق ماشینا، نه نور مغازه ها و نه حتی لبخند همیشگی همسایت. انگار دنیا یه لحظه ایستاده و تو با خودت فکر میکنی الان باید چی کار کنم؟ اما یه سوال مهمتر هست. آیا جامعه‌ای که الان این وضعه و توش زندگی میکنی میتونه اینجوری دووم بیاره؟ ما همیشه فکر میکنیم بحرانها برای دیگرانن تا وقتی که خودشون میان سراغمون. اون موقع است که یه چیز عجیب مشخص میشه. بعضی محله ها میمونن، بعضی ها فرو میپاشن. چرا؟ چون بعضی ها یه قدرت پنهان دارن، قدرتی به اسم تاباوری اجتماعی. خب بیایم بپردازیم به تعریف ساده تاباوری اجتماعی. تاباوری اجتماعی یعنی این که یه جامعه مثل یه بدن سالم بتونه ضربه بخوره، زخمی بشه ولی دوباره بلند شه. یعنی وقتی که همه چیز به هم میریزه، هنوزم یه چیزی هست که مردم رو کنار هم نگه میداره. چیزی مثل اعتماد، همدلی و مشارکت. حالا یه مثال برات دارم. دو شهر رو تصور کن. در یکی مردم درها رو به روی هم میبندن. در دومی مردمش توی بحران غذای خودشون رو با هم تقسیم میکنن. کدوم شهر زنده میمونه و کدوم شهر بعد از بحران قوی تر از قبل میشه؟ جوابش ساده است ولی ساختنش سخت. چون تاباوری اجتماعی یه شبه ساخته نمیشه و با هر سلام، هر لبخند، هر کمک کوچیک آجر به آجر ساخته میشه. ما میتونیم این تاباوری اجتماعی رو بسازیم. با گوش دادن، با حمایت و با کنار هم بودن. با اینکه بدونیم توی بحران فقط خودمون مهم نیستیم، همه مهمن. تاباوری اجتماعی یعنی اینکه بدونی حتی اگه همه چیزت خراب بشه، هنوز یه جایی هست که بهش تعلق داری. یه جامعه، یه ما. تاباوری اجتماعی فقط تحمل سختی نیست. بلکه ظرفیت یک جامعه برای پیشبینی، آمادگی، واکنش و بازیابی از بحران هاست. حالا این بحران ها میتونن طبیعی باشن مثل زلزله و سیل و میتونن انسانی باشن مثل فقر، تبعیض یا حتی بی‌اعتمادی عمومی. این تاباوری از 3 منبع اصلی تغذیه میشه. اولی سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد، مشارکت و ارتباط بین مردم. دومی ساختارهای حمایتی مثل نهادهای دولتی، سازمانهای مردم نهاد و رسانه‌ها. و سومی فرهنگ و ارزش‌های مشترک است مثل همدلی، مسئولیت پذیری و روحیه جمعی. بیاید یه مثال واقعی رو با هم بررسی کنیم. در ژاپن بعد از سونامی سال 2011 مردم با نظم، همدلی و مشارکت بی‌نظیر بازسازی رو شروع کردند. این فقط به خاطر زیرساخت نبود. به خاطر فرهنگ تاباوری اجتماعی بود. در بعضی از مناطق فقیرنشین دنیا با وجود کمبود منابع، مردم با شبکه‌های حمایتی محلی بحران‌ها رو بهتر از جوامع ثروتمند اما بی‌اعتماد پشت سر گذاشتن. پس این نشون میده که تاباوری اجتماعی فقط در زمان بحران فعال نمیشه. قبل از بحران شکل میگیره، در بحران محک میخوره و بعد از بحران رشد میکنه. یعنی اگر امروز برای ساختن روابط قوی، مشارکت مدنی و آموزش عمومی کاری نکنیم، فردا در بحران چیزی برای تکیه کردن نداریم. آیا تو هم فکر میکنی جامعه‌مون میتونه قوی‌تر، مهربون‌تر و تاباورتر باشه؟ این ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذار و توی کامنت ها بنویس آخرین باری که احساس کردی جامعت پشتت بوده کی بوده؟ ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب فکر قدرتمند فراموش نشه. یادتون نره ما با هم قوی تریم. تا ویدیوی بعدی بدرود.